أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب ترمذی 1174 می باشد و در کتاب سنن ابن ماجه و در مسند امام احمد ابن حنبل وارد شده است. باید امروز زنها از آزار دادن شوهرهای خود دست بکشند، زیرا حور بهشت مرد صالح را همیشه انتظار است در های دنیا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلك الله فإنما هو عندك دخیل اوشک ان یفارقك الینا. وقتی که زن شوهرش را آزار می دهد، سپس حور بهشت از بهشت ایستاده میگوید که او را اذیت مکن، او را آزار و ملال نده، زیرا او در نزد تو یک مهمان است، نزدیک است که به نزد من، به نزد مایان برگردد. وای بر حال این. ببینید حور بهشت میگوید که قاتلک الله، تو را الله لعنت کند، برای چی شوهرت را آزار میدهی؟ امروز زنها خودشان را تقوادار میگیرند، اما احترامی برادری شوهر، احترامی مادری او، احترام کردن شوهرش می باشد. امروز بعضی زنها مادر شوهر خود را به احترامی می کنند، می خواهند که آن مهری که شوهرانشان به مادرش دارد او را بگیرند و شوهر مادرش را کناره بکند. اما این اذیتی که شوهر میبیند در دلش پنهان میدارد که مادامی که این همسر من مادرم را احترام نمی کند، من نیز او را احترام نمی کنم. میگوید چگونه این زنهای بیوفا مهری که فرزند نسبت مادر دارد او را چگونه میگیرند؟ او مهر از کودکی بزرگ شده است. برای همین طریقه ها، اسلوب های آزاردهندگی بسیار می باشد. حور بهشت میگوید که قاتلک الله، لعنت الله بر تو باد، برای چی آزار میدهی؟ حق شوهر در نزد الله بزرگ می باشد نسبت او. اگر شوهر راضی نیست، تو بهشت را از سابقین نمی شوی که به بهشت جاویدان درآیی. شوهر به تو از بیرون خوراک آماده می کند، می بیارد، مشقت می کشد. شوهر به تو را حمایه می کند از بدگویی زبانهای مردم. وقتی که به ازدواج می برای کسی به تو سخن کردن نمی تواند، این حمایه کفایه می باشد. برای همین باید این زنها از الله بترسند و حق شوهر اینقدر بزرگ است که پیامبر گفتند که اگر کسی رو به کسی امر میکردم که سجده بکند، من امر میکردم که زنها به شوهرانشان سجده بکنند. اگر تمامی بدن شوهر چرک فساد شود، زن به زبانش تازه بکند، حق شوهرش را داده نمیتواند. چقدر بزرگ است. میخواهند که این زنها، بعضی زنهای شنیده میستیم که کارهایی میکنند که آنها حجاب دارند، آنها خودشان را اهل تقوا میگیرند
و به شوهر وفادار میتابند، اما در حقیقت آنها از جهنمیان میباشند که شوهرانشان را به اسلوبهای کناوه و رفتارهای مکاری مثل روباه چنان میکنند که همه میداند. امروز نزدیک است که این زنها مادر شوهرشان را نزدیک است که به قتل برسانند. مادرها شکایت میکنند که الینم چنان میکند، نماز میخوند اما چنان میکند، چنین میکند. شما با این رفتارتان هرگیز از نخست شخصایی که اولین به بیش داخل می شود آنها نمی شوید. شوهر راضی نیست و چگونه شما از یکی از شخصای بیشتی می شوید؟ این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که حق شوهر چنین است. وقتی که فاطمه رضی الله عنها علی را به غضب آوردند، همان زمان او را خرسند میکردند. ببینید زنهای پیامبر چگونه بودند، خدیجه چگونه بود، رضاگی پیامبر را می جستند. اما رضاگی امروز زنها فقط رضاگی خودشان می باشد، شوهر برای استفاده می باشد. وای بر حالی چنین زنهایی که ظاهرا آنها اهلی صلاح هستند و باطنا فسادکار می باشند و سبب شدند که عقل شوهر را بدزدند و همه را به قطع رابطه خویشی تباری بکشند. وای بر حال آنها که حور بهشت آنها را نیز لعنت میکند. ای کسی که شوهر مادرت را، ای مردی که مادرت را کناره کردی و به او اهمیت نمیدهی، بدان که تو در نزد الله گناهگار میباشی. مادرت خاطر تو گفت، عمرش را صرف کرد، اما امروز تو مهر زن و مهر مادر را آمیخته کردی. مهر زن دیگر چیز است، مهر مادر دیگر چیز است. ما باید مهری که در مادر داریم او مهر و حقش رو بدهیم. آن مهر و شفقتی که پیامبر نسبت زنهایشان میکردند او دیگر هست، او را نیز به جا بیاریم. باید زنها بدانند که مهری شوهر را نسبت مادرش را هرگیز به او گرفتن را حرکت نکنند. از الله بترسند که حور بهشت اگر چند بار آزار دهند با این رفتار کردارشان، همان قدر لعنت میکند. این بود درباره این زنهایی که ظاهراً اهل صلاح هستند و باطناً فساد هستند، نصیحت بر آنها.